روز بخیر بینندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 18 اپریل است. من خیرمان بقازاده نشی امروزه برنامه اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. موضوعهای برنامه از این قرار است: دانشجوی تاجیک میگوید که ماموران پلیس روسیه با او بدرفتاری کرده دستش را شکستند. سبب یک ماجرای خرد در خوابگاه دانشجویان بوده است. اتلینی بردن و در اونجا در رویم و در سرم بسیار زدم. الکی هوشم نمانده بود، قریب غلطیده بودم. حامیان حقوق میگویند قانون نوی سفربری به ارتش در روسیه بسیار شهروندان را از خطر دعوت به جنگ ضد اوکراین نگران و ناراضی کرده است. آنها نمیخواهند جان خود را در جنگی که درباره‌اش کم میدانند و یا هیچ چیز نمیدانند از دست بدهند. چرا شهر صنعتی نارک 7 سال اخیر نمیتواند از حساب انداز به بودجه ولایت ختلان عهده‌داری‌هایش را اجرا کند؟ یک دانشجوی تاجیک در مسکو ماموران پلیس را در قانون شکنی عیبدار کرده گفت که او را بیرحمانه لطوکوب کرده دستش را شکستند. امام حسین بولتایف به رادیوی آزادی گفت بحث با یک مدیر خوابگاه که به گفتش تحقیر و دشنام میکرد به سرش پلیس را آورد و این خادمان حفظی قانون در نهایت دست او را شکسته در بیمارخانه بستریش کردند. پاسبان خوابگاه جوان تاجیک را در ویران کردن قاعده اقامت گناهکار میکند. همکارم مومن احمدی این موضوع را تحقیق کرده است. وقتی من از جام خستم با فرمان اونها که یکی از اونها دستی مرا شکست. امام حسین بولتایف دانشجوی سال اولی دانشکده معماری مسکو است. او میگوید کارمندان پلیس روز 15 اپریل دستش را شکستند و تا بیهوش شدن لطوکوبش کردند. حالا در شعبه شکسته‌بندی یک بیمارخانه مسکو منتظر جراحی است. مرا با همین دست شکسته به بیرون بردن و بعدا پاسپورتم رو نشان دادم. اونها پاسپورت مرا به خود گرفتن. بعدا به ماشین شوندن و به نزد اتلینی بردن و در اونجا در رویم و در سرم بسیار زدم. الکی هوشم نمانده بود، قریب غلطیده بودم در داخل اتلینی. بعد کدام گوهی скорый آمد و ما را از آنجا برد. Вот, ребят, как поступили сотрудники полиции. پلیس زمانی به سراغ امام حسینی 24 ساله رفته است که او با مأمور بینای خوابگاه محل زیستش بحث کرده است. امام حسین میگوید مأمور خوابگاه برای بلند حرف زدن در تلفن تحقیرش کرد و او این زن را ملتگرا نامید. آن زنک سر کرد با سخنهای قبیح خود به مثل چوک و دیگهش من در خانه هم زندگی میکنم و تو باشی در خانه نیستی، حالا پلیسیا را زنگ میزنم و تو اخراج میکنم از اینجا و بسیار هم اغراضات های زیاده کرد. من در خانه در آمدم، لباسای هم رو جمع کردم که از آنجا روم، اما پلیسیا آمد در این حال. پلیس های ناحیه تیاپلیستانی مسکو به زنگ های ما پاسخ ندادند. مأمور خوابگاه گفت دانشجوی تاجیک قاعده زیست در خوابگاه را رعایت نکرد ولی او را برای تاجیک بودنش تحقیر نکرده است. در دفتر مطبوعات سفارت تاجیکستان در مسکو گفتند از قضیه مذکور آگاه بوده به دانشجو مشورت حقوقی میرسانند. من اجازه ندادن که بخوانم در اونجا چی نوشته است و من از امام حسین تصمیم دارد از رفتار ماموران پلیس شکایت کند. و هر حال حرکت کردن در کار، ولی متاسفانه خیلی قسمی کمی اینها تا به اخیر میروند، یعنی که دادگاه بازی میکنند، چون که خیلی وقت زیاد میگیرد و مبلغ هم صرف میشود. به این خاطر قسمی زیاد از اون مبلغی که به خودی وکیل میتین یعنی ادوکات، از این خاطر از این کار دست میکشند. دست امام حسین از آرین شکسته است و پزشکان گفتند باید با جراحی استخوان‌های شکسته را درست کنند. پزشکان او را به جراحی آماده میکنند ولی او بیشتر از برخورد منبعده پلیس نگران است. قانون نوی دعوت به صف ارتش در روسیه که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین آن را روز 14 اپریل امضا کرد، فرار و سرپیچی از خدمت حربی در روسیه را تقریبا ناممکن میکند. روسیه که در جنگ با اوکراین تلفات زیاد میدهد با جلب سربازان نو به ارتش دچار مشکل است.
қонуни навро як чорае барои осон кардани сафарбарӣ ба артиш медонанд ва ҳомиёни ҳуқуқ онро мухолифи сарқонуни Русия меноманд. Шаҳлойгул Хоҷа гузориш медиҳад. як силсила қонунҳои нав ки аз ҷониби раиси ҷумҳурии Русия Владимир Путин имзо шудааст барои мардоне ки дар ин кишвар боқӣ мондаанд аз хидмати ҳарбӣ саркашӣ карданро тақрибан номумкин месозад. қонун талаб мекунад ки даъватномаҳо ба тариқи электронӣ тавассути портали хадамоти давлатии госуслуги онлайн пешниҳод карда шавад. баъзе коршиносони ҳуқуқи инсон мегӯянд қонунҳои нав хилофи сарқонуни Русия аст. این تغییرات اصلا تهیه فهرست همه مردان سن خدمت را در نظر دارد و چند نهادهای دولتی معلومات درباره مردان سنشان به خدمت موافق را به فهرست مذکور علاوه کرده به کمیسریت حربی میفرستند. این کار مقررات مربوط به معلومات شخصی در قانون اساسی را ویران میکند، زیرا هیچ کس نمیتواند معلومات شخصی آدمان را به رازیگی خود آنها جمع آوری کند. طبق امور کرمل از زمان اعلان سفربرکنی عمومی ملی در آخر ماه سپتامبر سال 2022 تقریبا 300,000 مرد به جنگ در اوکراین دعوت شدند. در همین حال فوربس راشا میگوید شاید 700,000 نفر دیگر برای نرفتن به جنگ روسیه را ترک کردند. آدمان جنگ کردن نمیخواهند. آنها نمیخواهند جان خود را در جنگی که دربارش هیچ چیز نمیدونند از دست بدهند. بر اساس قانون نو مردانی که برای خدمت حربی موافقند تا زمانی که به کمیسریت حاضر نشوند حق بیرون رفتن از کشور را ندارند. حاضر نشدن در دوام 20 روز در پی جریمه، منع استفاده شهادتنامه رانندگی و گرفتن قرض بانکی را دارد. همچنین فروش یا خرید اموال غیر منقول نیز ناممکن می شود. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل گفت تغییرات در طرح نظام تنها یک کوشش نفسازی نظامی کهنه است. وقتی عملیات مخصوص حربی آغاز شد من و شما دیدیم که در بعضی کمیسریت های حربی ما به سر و سامانی جای دارد. هدف این تشبث قانونگذاری محض همین است، به ترتیب درآوردن و برای شهروندان زمانوی مؤثر و قلای گرداندن آن می باشد. اما حامیان حقوق انسان به مثل کریونکا به این ادعا راضی نیستند. این یک دروغ محض است. اگر آنها می‌خواستند نظام دعوتی ارتش را نوسازی کنند می‌توانستند این کار را در زمان آسایشته انجام دهند، زیرا در این باره حکومت از سالهای 90 از زمانی که به رقم سازی کارکردی حجت‌ها شروع کرده است صحبت می‌کند. احتمال هوسمندی برای کنارگیری از خدمت در ارتش با افزایش تلفات روسیه زیاد شد. تحلیلگران مرکز مطالعات استراتژی و بین‌المللی مقرش در واشنگتن بر این نظرند که از زمان آغاز حمله در اوکراین دست کم 200,000 سرباز روس مجروح یا کشته شدند. یک کمیته حمایت از حقوق سازمان ملل تدبیرهای اندیشیده حکومت تاجیکستان برای محو تبعیض نژادی را بررسی خواهد کرد، چون رعایت حقوق مردم نوابسته از نژاد و قومش وظیفه حکومت است. نوبت گزارشدهی تاجیکستان در شهر ژنو روزهای 20-21 اپریل است. در گزارشی که حکومت پیشکی پیشنهاد کرده است گفته می شود که در تاجیکستان تمام زمینه‌های حقوقی برای تأمین برابری مردم فراهم شده است. همکارم میرزانبی خالقزاد که با گزارش حکومت شناس شده است حالا با ما در استودیو هستند. میرزانبی، گزارش حکومت چی میگوید؟ سلام خیرامان، درود بر بینندگان گرامی. چند نکته جالبی را از این گزارش مثال میارم. مثلا مؤلفان گزارش میگویند در کشور هیچ پرونده جنایی برای پایمال کردن حقوق کسی بنابر نژاد دیگر بودنش باز نشده است و به حقوق تمام قوم و اقلیت‌ها احترام گذاشته می شود. همچنین در اینجا آمده است که برای مکتب‌های ازبک زبان و قرقیزی کتاب‌های نو آماده می‌کنند و گروه کاری مخصوص برای ترجمه کتاب‌ها به این زبان‌ها فعالیت دارد. و گفته مقامات در کشور همه حق دارد با زبان مادریش صحبت کند، تربیت و آموزش بگیرد و ایجاد کند. در این گزارش درباره مردم بدخشان که با زبان‌های پامیری حرف می‌زنند و پیروان مذهب اسماعیلی هستند و یا مردم وادی یغناب که زبان خاص خودشون را دارند چیزی ننوشته‌اند. باید گفت که خیرامان این گزارش وضع کشور تا سال 2020 را در بر می‌گیرد، ولی مقامات سازمان ملل در یادداشت به حکومت تاجیکستان گفتند که در جلسه آینده از وضع ولایت مختار کوهستان بدخشان هم می‌پرسند که سالی گذشته شاهد ناآرامی و کشتار چندین نفر شدند.
بله. میرزا آیا گزارش حکومت درباره عهده‌داری‌هایش در سازمان ملل اصلا چی تأثیری برای حل مشکلات در تاجیکستان داشته میتواند؟ ببینید تاجیکستان یک عضو کامل حقوقی سازمان ملل متحد است و اجرای مشورت و طلبات نهادهای آن یک وظیفه کشوری عضو دانسته می شود. وابسته به وضع حقوق انسان سازمان ملل هم از حکومت کشوری عضو حل این مشکلات را طلب می کند، چون تاجیکستان و دیگر کشورها عهده‌داری‌های امضا کردند، ولی عین زمان همان گونه که بسیار حامیان حقوق اعتراف میکنند عمیق‌تر شدن مشکلات حقوق بشر در تاجیکستان در سالهای اخیر از آنجاست که اجرای مقررات سازمان ملل و یا طلب رعایت معیارها بیشتر خصوصیت مشورتی دارد و اجرای آن از طرف کشورها حتمی نیست. برای همین و بنابر نبود یگان نوع تنبیه و جزا به گفته منتقدان دست حکومت‌های پایمال کننده حقوق را باز میکند و آنها هر طرزی خواهند میتازند. تشکر. همکارم میرزا نبی خالقزاد بود با تفصیلات گزارش حکومت تاجیکستان به سازمان ملل متحد و مشکلات تبعیض نژادی بعد بررسی این گزارش در شهر ژنو. شما را حتما از نتیجه های آن در جریان میگذاریم. شهر نورک که مکان نیروگاه‌های برقیابی نورک و بایغازی می باشد، سال گذشته هم نتوانست نقشه سپردن انداز به بودجه ولایت ختلان را اجرا کند. بودجه این شهر صنعتی تاجیکستان تا سال 2015 با کمک دولت تامین می شد، ولی 7 سال اخیر از این امتیاز بی بهره مانده است. مشکلات در چیست و این حالت را مقامات مسئول چگونه شرح می دهند؟ در این باره گزارش محمود جان رحمتزاده. شهر صنعتی تاجیکستان نورک نتوانسته است نقشه بودجه را در سال 2022 اجرا کند. آن میبایست به بودجه ولایت 14 میلیون سومانی وارد میکرد. سالها دوام کردن چنین حالت سبب کم شدن سهم نورک تا 9 میلیون سومانی گردید. ولی این نقشه هم با بحران رو براست. 5 میلیون کمتر تامین کردیم. موافق نقشه 9 میلیون بودیم. سال 2015 شهر نورک بعد اجرای برزیادی نقشه انداز از دتاتسیا یا کمک دولت بیرون شده بود. در مدت کوتاه با چنین حال رسیدن آن سؤال برانگیز دانسته می شود. حالا این شهر از همان سال سهم خود را در تهیه بودجه ولایت ختلان می رساند. در حکومت ولایت ختلان هم از اجرا نشدن نقشه نورک نگرانی کردند. معاون رئیس ولایت کم فعالیتی کارمندان انداز را سبب دانست. در نورک به جز کارخانه‌های صنعتی، نیروگاه‌های نورک و بایغازی به استحصال برق مشغولند. این نیروگاه‌ها به شهر تنها اندازهای اجتماعی می‌دهند. اجرا نشدن نقشه حصه جداکنی نورک 1 سال به این طرف در سطح ولایت جمهوری بررسی شده است. حالا در ولایت ختلان 5 شهر و نواحی به بودجه ولایت حصه جدا می‌کنند. ناحیه دنغره یکی از آنها است که سال 2022 توانسته است 30 میلیون سومانی به بودجه ولایت وارد کند. اما با وجود این حکومت ولایت سال 2022 از بودجه جمهوریوی 603 میلیون سومانی مساعدت مالیوی گرفته است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، نورک. و یک خبر دیگری روز سنه تجلیل عید رمضان در تاجیکستان تصدیق شد. در جلسه شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان که صبح امروز برپا گردید گفتند که عید رمضان روز جمعه 21 اپریل برگزار می شود. در خبر رسمی گفته شده است که سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس مرکز شورای علما گفته است موافق دلیل های علمی و در اساس خلاصه انستیتوت استروفیزیکای اکادمی علم‌های تاجیکستان عید رمضان امسال به روز 21 اپریل راست می آید. بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی در همینجا به آخر می رسد. خبرهای بیشتر در وبسایت و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک توک و ادنکلاسنیکی. اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه یا منظره جالب شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما در تماس شوید.